با تماشای برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی خوش آمدید. در این برنامه گزارش‌های مهمی را از تاجیکستان و جهان انتخاب کردیم. سلام. برنامه روز 14 نوامبر را من مومن احمدی برندگی می‌کنم. نگاه به سرخط برنامه. در یک فلاکت در نیروگاه برقی آبی راغون 3 کارگر جان باختند، یکی دیگر زخمی شده است. محاکمه دادگاهی سیاستمداران شناخته و منصبداران سابق در دوشنبه آغاز یافت. بعضی را به خیانت به دولت متهم می‌دانند. بی‌برقی در ناحیه‌های تاجیکستان مردم را مجبور کرده است برای امین ماندن از سردی و تاریکی از اصول‌های قدیمه استفاده برند. خانه‌ها خنک نیست. کمربه نمی‌تونیم. الرژی ما های سلفه می‌کنیم. در نتیجه حادثه ناخوش در محله ساختمان نیروگاه راغون 3 کارگر به هلاکت رسیده، یک کسی دیگر مجروح شده است. با گفته مقامات حادثه روز 12 نوامبر رخ داده است. در خدمات نظارت در ساحه کوهکاری بر رادیو آزادی گفتند فوتیدگان کارگران شرکت خاکرود می باشند که در نیروگاه راغون کار می‌کردند. کارگران فوتیده 39، 40 و 51 ساله بودند. در ویدیویی که به شبکه‌های اجتماعی راه یافته است، یکی از کارگران میگوید پلتفرم شکسته و 3 نفر به نقب افتاده هلاک شدند. پلتفرم جایی است که کارگران روی آن ایستاده در بلندی‌ها کار می‌کنند. در ساختمان نیروگاه عظیم راغون تاکنون 10 نفر کشته شدند و بی‌اعتنایی به قاعده‌های بی‌خطری را سبب فلاکت و مرگ کارگران می‌دانند. و محاکمه پرونده پرسر و صدای چهره‌های شناخته که با اتهام خیانت به دولت بازداشت شدند پشت درهای بسته آغاز شده است. خویشاوندان این افراد به مرافعه راه نیافتند. نمایندگان دادگاه عالی تاجیکستان و وکیلان مدافع با رسانه‌ها صحبت نکردند. رادیو آزادی برخی جزئیات پرونده را پیدا کرد. عبدالغنی عبدالوهاب و امیر اسایف این موضوع را پیگیری کردند. امروز 14 نوامبر در اینجا در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه بررسی پرونده چهره‌های شناخته که برای کوشش غصب قدرت گناهکار می‌شوند آغاز شد. نزدیکان گمانبران و نماینده‌های رسانه‌ها به مرافعه راه نیافتند. طبق اطلاع رادیوی آزادی مرافعه را دادرس شوکت لطف‌الله‌زاده معاون رئیس دادگاه عالی تاجیکستان پیش می‌برد. در مرافعه امروز علیه گمانبران تنها عیب اعلان شده است. منبع آگاه رادیوی آزادی گفت در روز اول مرافعه معلوم شد که آنها بر اساس بندهای 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و 360 تلاش کردند برای غصب قدرت، 247 قلابی و 305 خیانت به دولت گمانزد می باشند. در روز اول 8 گمانزد را حاضر کردند و در میان آنها همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و اکبرشاه اسکندرف رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و شاکرجان حکیموف حقوقدان و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون اول رئیس حزب دموکرات نیز بودند. مرافعه تا ظهر روز 14 نوامبر دوام کرد. وکیلان دفاع پس از تمام شدن آن از صحبت با رسانه‌ها خودداری کردند. بازداشت چهره‌های شناخته در ماه ایون امسال پس از دستگیر شدن سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان آغاز شد. دادستانی کل تاجیکستان تنها یک بار به طور آشکار عثمانزاده را به آمادگی به زوری گرفتن حکومت عیبدار کرد. تا امروز در رابطه با این پرونده عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، نورامین غنیزاده سرهنگ بازنشسته امنیت و جمشید بایوف سرهنگ بازنشسته امنیت دستگیر شدند. مرافعه روز دوشنبه آینده ادامه می‌کند. از آغاز تفتیشات به این پرونده مهر مخفی گذاشته شده است و هیچ گونه معلومات به رسانه‌ها داده نمی‌شود. عبدالغنی عبدالوهاب، امیر اسایف، رادیوی آزادی، شهر دوشنبه. رادیو آزادی جزئیات سندی را به دست آورد که راه مهاجران تاجیک را به کره جنوبی باز می‌کند. یادداشت تفاهم برای فرستادن کارگران از تاجیکستان به کره 30 اکتبر امسال در دوشنبه امضا شده است. همکارم مولا رجب یوسفی این سند را آموخت و در استودیو همراه ماست. مولا رجب، سوالی که بسیاری ها میپرسند این است که ترتیبی رفتن به کره برای مهاجران چگونه است؟ سلام مومن و درود به بینندگان گرامی آزادی.
بر اساس یادداشت تفاهم، فرستادن کارگران از تاجیکستان به کره تنها مسئولیت اگنتی تأمینات کار در خارجه، یک نهاد تابع وزارت مهنت است. دیگر یگان مؤسسه حق فرستادن کارگران را به آن کشور ندارد. اگنتی کارگران را که به طلبات کره جوابگو هستند انتخاب می‌کند و پیش از سفر آنها را آموزش می‌دهد. از جمله کارگران در مرکزهای معین زبان کره‌ای را می‌آموزند، چون یک شرط اساسی همین است. رویخط کارگران را وزارت مهنت تاجیکستان ترتیب داده به کره جنوبی می‌فرستد و آنجا هر کارفرما کارمند ضروری خود را انتخاب کرده شرطنامه کاری را روان می‌کند. کارگران پیش از رفتن در تاجیکستان از تشخیص طبی می‌گذرند. بعد رسیدن به کره و قبل از آغاز کار در آنجا هم کارگران را معاینه طبی می‌کنند. اگر کارگر بیماری جدی داشت به تاجیکستان برگردانده می‌شود. نکته دیگر این است که خراجات سفر را خود کارگران پرداخت می‌کنند. حجم پول سفر بعداً معلوم و اعلان می‌شده است. مولا رجب، کدام گروه شخصان از تاجیکستان به کره فرستاده می‌شوند و چه شرط‌های عموماً پیش بینی شده است؟ بر اساس سندی که میان جانب‌ها امضا شده است، تنها شخصان تا 39 ساله به کره فرستاده می‌شوند. آنهایی را که در تاجیکستان جنایت‌های وزنین کردند و یا قبلا از کره اخراج شدند، این کشور به کار قبول نمی‌کند. آنهایی که قبول می‌شوند حق دارند تا 3 سال در کره کار کنند. نکته مهم این است که کارگر از تاجیکستان باید بعد ختم قرارداد کاریش حتما کره را ترک کند. در سند آمده است کارگرانی که به کار خود صادق بودند پس از 1 ماه ترک کره می توانند برگردند و این بار آسانتر و زود به کار قبول می شوند. و اگر کارگر برعکس به فعالیت غیر قانونی مشغول شود یا حجت‌های قلبکی پیشنهاد کند از کره اخراج می شود. سند همکاری میان وزارت‌های مهنت تاجیکستان و کره به مهلت 2 سال امضا شده است و بعد آن شاید تمدید شود. تشکر مولا رجب. یادآور می‌شویم که مقامات تاجیکستان سال‌هاست تلاش دارند راه مهاجران تاجیک به جز روسیه به دیگر کشورها هم باز شود. اکثر مهاجران تاجیک به روسیه و یک قسم دیگر برای کار به قزاقستان می‌روند. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 13 نوامبر دونالد ترامپ را به حضور پذیرفت و همراهش گپ زد. دونالد ترامپ که هفته گذشته پرزیدنت آمریکا انتخاب شد، 20 ینوری سال آینده باید بایدن را در مقام رهبری ایالات متحده آمریکا عوض کند. جو بایدن گفت که به دونالد ترامپ برای نشستن در کرسی پرزیدنتی کمک میکند. کایمار سیاتا گزارشی صدای آمریکا را پیشنهاد میکند. دو رقیب زمان سرسخت که نسبت به هم تندگویی می‌کردند با هم دست دادند. رسمی معمول در امریکا، جو بایدن دونالد ترامپ را به حضور پذیرفت و آنها درباره آینده گپ زدند. همه کاری که نیاز دارید انجام می‌دهیم و امروز فرصتی صحبت درباره بعضی آنها را داریم. خوش آمدید. خیلی سپاسگزارم. سیاست سخت است. در بسیار موارد دنیا جای خوبی نیست، اما امروز دنیا زیباست. خیلی سپاسگزارم. انتقال قدرت آرام پیش می رود. تا اندازه لازم آرام و هموار است و برای این از شما می‌ندارم جو. ترامپ چون پرزیدنت منتخب به کنگره نیز رفت و با وکیلان هم صحبت کرد. او بعد پیروزیش در انتخابات در پی تشکیل حکومت آینده است. پیشنهاد ایلان ماسک میلیاردر زاده افریقای جنوبی همچون مسئول اداره تنظیم کار دولت و کاهش خراجات در امریکا خبرساز شد. ماسک و ویویک راماسوامی همراه راه‌های صرفه‌جویی پول دولت را پیدا خواهند کرد. تاریخ‌دان‌ها میگویند که تغییرات اخیر در امریکا پیامی مهم دارد. این نکته مهم است که او زیر سایه شک و شبهه‌ها از قدرت کنار رفت، ولی انتخابات اخیر نشان داد که اکثر آمریکایی‌ها بازگشت او را می‌خواستند. برای همین عمل‌های او، کارهایی که انجام می‌دهد برای گروهی که نمایندگی می‌کند مهم است. دونالد ترامپ روز 20 ژانویه سال 2025 به واشنگتن می‌رود و رسما به کارش آغاز می‌کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. با نزدیکتر آمدن زمستان و سردتر شدن هوا، شکایت ساکنان نواحی تاجیکستان از دشوارتر شدن زندگی در روزهای بی‌برقی زیادتر می شود. حالا مردم بسیاری از ناحیه‌ها در یک شبانه روز 8 ساعت برق می گیرند و از این سبب برای گرم کردن خانه‌هایشان با اصولهای بابایی رو آوردند. فرزان محمدی از ناحیه باباجان غفوروف گزارش می‌دهد. وقتی که هوا خنک بشود هم خیلی ساندویچ تیار میکنیم. وقتی برق نبودگی هم خیلی گرم شده زندگی میکنیم. عائله قربانوف امسال نیز یگانه راه گرمشوی را در صندلی بابایی میبینند. در این خانواده 3 عائله زندگی میکنند و تا آمدن برق خود و فرزندان را با این راه از سردی امین میدارند. اساساً با انگشت گرم میکنیم. گرمش یک سوتکه میایستد، بعد عوض میکنیم جوشه. انگشتی نمی‌اندازیم، بالش به کمتر خوک همین کمری انگشتی در گرفتگی بالش میمونیم، در میگیرد. فقط یک تا فورتوچکه یا در کشاده میمونیم کمتر برای گازش زیان نکردنش. دیگر خانواده ها در دهه حیات نوی ناحیه باباجان غفوروف بغیر از صندلی بخاری بابایی نیز نصب کردند و با این اصول هم خانه‌شان را گرم میکنند و هم خوراک آماده میسازند. زمستون با من میهیزیم کمور همین خیلی زمستون میگذرونیم. پیله کی های مادری ما 92 ساله بعد 5 سال تا بودم مجبور شدیم خانه خنک. من خانه میبیام من 5 روز من با ایساش با همین پیچکی و همین خیلی زندگی بدوسیم. همین قصالش سوید نیست. بعضی از ساکنان میگن هرچند از سردی عذاب میکشند ولی به سبب بد شدن وضع سلامتی نمیتوانند بخاری بابایی یا صندلی نصب کنند. خانه ها خنک نیست. همین کمر به نمیتونیم. الرژی ما های سلفه میکنیم. میخوای داولینیم میبرد. شرکت برق تاجیک اولی تیر ماه اعلان کرد که زمستان امسال بسیار سرد و طولانی خواهد بود و بنابراین از 22 سپتامبر به مردم با محدودیت نیروی برق میدهد. پیشتر موسم لیمیت ماه اکتبر آغاز شده در ماه اپریل به پایان میرسید. این وضع ساکنان را خیلی نگران کرده است. سحر 8 میکشن، بیگون 4 9 5 هر خیلی میتیان. شب سود 10 میکشن تا سحر 4 5 خیلی که میره. تا میخونم یک اوش گامش شدنه میشه باوی میشه تکون. البته بی برقی مشکل تر است. حالا نیوره خوب بازی میکنه اگر برق باشه تلویزیون تماشا میکنید یک آب اوقات کردن آسان تر میشه. از بس که برق نیست همش کمتر مشکلی میشه. اکن زمستان ما گرچنده که خنکی سخت نباشتم اگر باشد نقص بود. مسئولان شرکت برق تاجیک در مراجعتنامه‌ای که از محدودیت برق خبر داده بودند مشکل را به کمبود آب و افزایش اهالی ربط داده از ساکنان خواستند به زمستان آمادگی همه جانبه بینند و در تیر ماه و زمستان نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده کنند. با فرق از نواحی در اکثر شهرها محدودیت برق جاری نیست. بسیاری از باشندگان نواحی در صحبت با ما گفتند که این حالت آنها را وادار ساخته است در بی‌برقی ها به شهر آیند و موقتا اینجا زندگی کنند. اما نه همه ساکنان امکان مالی در شهر خانه گرفتن و زندگی کردن را دارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. راه دوشنبه چناق که در پی صدمه ماشینی بارکش بسته شده بود باز شده است. در این باره شرکت ایریس خبر داده است که مسئول نگاهبین راه بوده از رانندگان مبلغ میگیرد. شرکت ایریس شام 13 نوامبر خبر داده بود که در کیلومتر 158 یک ماشین بارکش از راه بیرون شده باعث تنبه‌شوی نقلیات گردیده است. از سبب باریدن برف زیاد روای نقلیات در راه دوشنبه چناق شبانه روز اخیر مشکل شده است. راه دوشنبه خوجند در زمستان و بهار خطرناک می شود. حادثه های فرآمدن ترمه و سنگپاره در این 2 فصل سال ثبت می شود و بارها باعث تلفات و بستن راه شده است. سپاس که تا آخر برنامه ما را تماشا کردید. با صفحه ما در تلگرام همراه شوید که به مشکل شما آنجا می توانید ویدیو تماشا کنید و خبر و مقاله ها را خوانید. تا دیدار، خدا نگهدار. همچنین شما در صفحه های ما در فیسبوک هم می توانید خبر و متن ها را با عکس و ویدیو بخوانید و مطالعه کنید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار. Radio Liberty,
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is